اگه میخوای بدونی با کدوم یکی از خواننده های گیلک توی ماه به دنیا اومدی، تا آخر این ویدیو با من همراه باش. فروردینی ها با ناصر مسعودی، مسعود درویش و روزبه رخشا. ماخوردادی ها بانو لعیا شمس. تیر ماهی های خوشتیپ محمد عذرخواه و ناصر وحدتی. مردادی های جذاب بیژن لرد و شهریوری های مهربون و دوست داشتنی فرامرز دعایی. و اما پاییز و زمستان مهرماهی های اصیل فریدون پوررضا، شاپور جعفرودی. آذری های همیشه درخشان فهیم اکبر، نادر گلچین، سعید تحویلداری. روحشون شاد باشه. دیماهی های همیشه خاص ایمان ادهم، بهمن حسین زاده. بهمنی های خوشقلبمون احمد آشورپور و همای. و در آخر اسفندی های مهربان بانو پریسا. شما متولد کدوم ماهی؟ برامون بنویس.